عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک که در تاجیکستان با اتهام مشکوک قلابی به 15 سال زندان محکوم شده است، روز 25 دکبر سال 2023 در محبس جراحی خواهد شد. در این باره در فیسبوک بختیار جمایف، حامی دیگر حقوق مهاجران در روسیه و یکی از همصفان قبلی عزت امان در فیسبوک خبر داد. همصفان دیگر قبلی عزت امان به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که عزت امان ملک دندانهایش را باید جراحی کند و آنها تلاش دارند تا 6000 سومانی مبلغ جراحی را جمع کرده به نزدیکان عزت امان به تاجیکستان بفرستند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان گفته است که مبلغ جراحی را باید خود آنها پرداخت کنند. گفته می شود جراحی نیمه دوم روز 25 دکبر در خود محبس واقع در محله یکم سویسک شهر دوشنبه صورت می گیرد، ولی در این جراحی طبیبان از بیمارخانه یکم سویسک نیز دعوت شدند. محمد یوسف خالف گفت ملک دندانهای پدرش زرداب گرفته است و این باعث ورم کردن سر و رویش شده است. طبیبان گفتند که خطر به مغز سر زدن زرداب وجود دارد و به خاطر پیشگیری از چنین حالت که عاقبت‌های وزنی نمی‌تواند در پی داشته باشد، عزت امان را باید فوراً جراحی کنند. عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک که 50 سال دارد، اول ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم گردانیده شده. روز 25 مارس همان سال به طور مرموز از مسکو غیب زد. روز بعد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که عزت امان در دوشنبه بازداشت شده است و به قلابی عیبدار می شود. 19 اکتبر سال 2021 در حالی که انتظار می رفت عزت امان را بر اساس عفو آزاد کنند، دادگاه دوشنبه پرداخت نشدن 232 سومانی پول دوای یکی را بهانه آورده او را از امکان عفو محروم و به 9 سال زندان محکوم کرد. 6 یونیو سال 2022 دادگاه نهایی اسماعیلی سامونی بر اساس باز یک دعوای دیگر به حکم عزت امان باز 6 سال دیگر افزود و حکم این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال رساند. بسیاری استرداد از روسیه و حکم عزت امان را سیاسی می شمارند و می گویند اکثر دعواهای قلابی به ضد او تشکیل شده به نظر می رسند. به عقیده منتقدان، انتقادهای تند عزت امان از سیاست حکومت کنونی تاجیکستان از جمله در مسئله مهاجرت باعث تعقیب و استرداد و محکوم شدنش به زندان شده است. بعد حکم دومش عزت امان به تقدیر تن داد و از ادامه مبارزه دست کشید. او گفت شیوه محاکمه پروندهش او را سخت ناامید کرد و دیگر شکایت بردن تا به دادگاه عالی را یک کار بیهوده می‌داند.